أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از سبب های میراث بردن از کسی، اول گفتیم نکاح. خیلی درباره نکاح گپ زدیم که وقتی که مرد یک زنی رو میگیرد با نکاح اسلامی از یک دیگرش میراث میبرد پس از وفاتش. و اینچنین دومین یکی از سبب های میراث گرفتن این خیش تباری نسب می باشد. پدر از پسر، پسر از پدر، مادر از فرزندش و خواهر از برادرش، برادر از خواهرش میراث می گیرد. چخیلی که در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذکر. شما آن حصه هایی که الله در قرآن برای اهلش جدا کرده است او را بدهید، سپس باقی مانده مال را آن شخص هایی که یعنی مرد هستند، پسر هستند، به آنها باقی مانده را برگردانید. این حدیث را با مثال باید بیان کرد: الحقوا الفرائض باهلها. پیامبر صلی الله علیه و سلم آن میراث، فرائض میراث را، میراث شخصان را به اهلش برگردانید. آن نصیب هایی که در قرآن جدا شده است به اهلش دهید. آن میراث را اول الله آن حصه هایی که جدا کرده است اگر به میراث خوران بدهید گفته است. مثلا یک شخص از این دنیا می رود، پدر دارد و پسر دارد، دیگر کسی ندارد. سپس الله حقی پدر رو در قرآن جدا کرده است. اول حصه ای که پدر دارد به او میدهیم. مثلا یک شخص از این دنیا رفت، پدرش زنده است و پسرش است. الله نصیب پدرش را در قرآن خبر داده است. مثلا الله گفته است: ولی ابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد. یک شخصی از این دنیا رفت، پدر و مادر دارد. مثلا پدر دارد گفتیم، نصیب او از مال فرزندش 6 می باشد. مال رو به 6 تقسیم میکنیم، یک حصه اش رو به پدر میدهیم. ما گفتیم یک شخص از این دنیا رفت، پدرش هست، پسرش هست. مال در این وقت به 6 تقسیم می شود. الله گفته است: ولی ابویه لکل واحد منهما السدس. سدس 6 می باشد. مما ترک ان کان له ولد، اگر فرزند داشته باشد. مال به 6 تقسیم می شود. یک حصه اش رو پدر این شخصی وفات کرده می گیرد و باقی مانده اش را 5 حصه اش رو پسرش می گیرد. برای این پیامبر گفتند: فما بقی فلأولی رجل ذکر. باقی مانده رو پسر می گیرد. این میراثی، سبب های میراث از طرفی خیش تباری نسب می باشد. ما کوتاه درباره نسب گفتیم. ما گفتیم که خویشاوندان میت، پدر، پسر، خواهر، مادر، بابا، بچه، اینها از جهت نسب میراث میگیرند. از جهت نکاح بیان کردیم در درس گذشته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.